در بیت شما باده حلال است، ولی حیف در کوچه و برزن همین باده حرام است. این شعر که کشکی است ولی مسئله ای نیست، چون شاعر این شعر طرفدار نظام است. با عظمای ما عیب مگویید که او نیز همواره نشوتیده تو آفساید 2-3 گام است. بعضن که شلوغ از سرم نیز ندانم این خامنه ای بود یا دیوید بکام است. این جمعیت گیج گم و اسکل و پرتاب، هم شعر فروش هم خوره پول و مقام است. ابیات به هم ریخت، مضامین همه گم شد، شاعر پس از این معطل یک وعده شام است. در مجلس اگر ور دل عظما بنشینی، سهم ریعت حلقه دودی که به کام است. مخصوص من و ماست اگر آتش دوزخ، پر واضح و پیداست کجا جای امام است. از جنس اباطیل نخستین 2-3 بیتی مانده است، بخوانم بروم ختم کلام است. پرسید طبیبم که پس از زهرخورانها، وضع تو اعم از بد و از خوب کدام است. از اینکه چه آمد به سرم هیچ نگفتم، گفتم که یه جام سوخت نفهمید کجام است. دیروز خمینی پیامی بفرستاد، گفت بدجوری دلواپس آیات اعظام است. ایوالله فاصلون خیلی خوب بود. کتاب اخیرتونم دیدیم، خیلی خوب. انشاءالله موفق.